الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با قسمت دیگری از برنامه نسیم رحمت در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه رهایی از آتش جهنم، در خدمت حضرت مولانا عبدالسلام عابد هستیم و موضوع برنامه ما امروز تقوا و پرهیزگاری. تقوا مرتبه بزرگی که هدف اصلی فرض شدن همه عبادت ها بر مسلمانان می باشد. در موضوع تقوا در روزه و رمضان صحبت می کنیم با جناب حضرت مولانا. قبل از همه چیز خوش آمدید جناب شیخ. تشکر، لطف کردید استاد. صدا شما رو حفظ بکنم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استاد عزیز، قبل از اینکه سرزی بحث بکنم که روزه بزرگترین وسیله رسیدن به مرحله یا ملکه تقوا، دوست دارم که حدیث امام بخاری رحمت الله علیه که از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنم و حدیث قدسی است و به شکل مختصر جهت اهمیت قضیه روزه تذکر بود. حضرت ابو هریره رضی الله عنه میفرماید که پیغمبر علیه السلام ارشاد می‌دارد که قال الله، پروردگار عظیم ارشاد می‌فرماید. طبیعی است که وقتی که حدیث قدسی شود اهمیت قضیه را دیگه هم به ما برجسته می‌کند. الله متعال می‌فرماید کل عمل ابن آدم له الا الصیام. هر عملی که بشر، انسان انجامش میده، مراد از بنی آدم مسلمان، درست، موحد و یکتاپرست، هر عملی که انجام میدهد پاداشش به حسب نیتش و اخلاصش تعیین میشه. از 10 چند میرود تا به 700 چند و یضاعف لمن یشاء. الا الصیام، مگر روزه، فانه لی، هر آن ای روزه برای ما است و انا اجزی به، پاداشش را هم خودم عطا میکنم. بنان هر عملی که انسان انجام میدهد پاداشش در امو جداولی که نزد ملائکه کرام است تعیین شده، کلش تعیین شده است. مگر روزه. الله میفرمه که برای ما است. یعنی جالب است که عبادات همش برای الله است. وقتی که میگه فانه لی، این خاص برای ما است، این در حقیقت خودش برتری دادن این عمل عبادتی نسبت به عبادت های دیگری است. فانه لی و انا اجزی به، پاداشش را هم من میپردازم. در این که پاداش را الله متعال میپردازد، روز گذشته هم عرض کردم که وقتی که الله پاداش را میپردازد این دیگه از صلاحیت ما بلند میشود. درست. چرا الله متعال چگونه میپردازه، چی را برش میپردازه، این کلش در حقیقت علم ما به اون نمیرسد. فقط اما میدانیم که خداوند متعال برای روزه‌دارا نعمتی را ارزانی میکند که غیر از اون نعمت هایی است که در باب احادیث ما با او دست پیدا میکنیم. مثلا پیامبر علیه السلام میفرماید که در جنت 8 دروازه داره، یک دروازهش برای روزه‌داراست که از همین طریق داخل می شود. بنان این ابتدای قضیه است.
بعد از اینکه از دروازه داخل میشی دارای به اصلاح حسن میشی، دارای حویلی میشی و دارای اما مکان تعیین شده میشید و دیگر معلوم نیست که چگونه جایی هست برای روزه‌دار. و بعد اهمیت از این قضیه را پیامبر علیه السلام ذکر میکنه که و صیام جنتون. از این بعد یعنی تا کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی و انا اجزی به، این حدیث قدسی است. بعد از او کلام پیامبر ما علیه السلام جهت اهمیت از این قضیه تذکر داده میشه که و صیام جنتون. خوب بفهمین که همین روزه سپر است. سپر است که در وقتی که شمشیر دشمن وقتی که تیر دشمن و طرف شما اصابت میکنه، این سپر نگهداریش میکنه. هر قدر که کسی بخواهد که بگه من گناه انجام نمیدم، از پیش گناه سر میزنه، زیرا در تینت ما هستن. بنان و صیام جنتون، روزه چی است؟ سپر است و شما را محافظت میکنه. در یک حدیث دیگری از رسول علیه السلام میخوانیم که در اونجا میگه الصیام جنتون ما لم یخرق العبد. این سپر است مادامی که انسان به دست خود ای را پاره نکنه. یعنی روزه چنان یک قدرت بزرگ معنوی را در درونت ایجاد میکنه که تو را نگاه میکنه، مگری که تو در مقابل از این سپر به تفاوت شوی. یعنی سپر یعنی در وقت کارزار برای تو سپر است، ولی وقتی که خودت استفاده نکنی پس سپر چی کرده میتونه؟ خودت تو را در مقابل دشمن ایستاد نکنی و نگیری، طبیعی است که تیر سرت میخوره و سپر خود زبان نداره که بگه چرا. درست. بعد میگه که وقتی که مگری که خود نفر ای را پاره نکند. مرد پرسان میگه بما یخرقها یا رسول الله، این سپر به چی پاره میشد؟ پیامبر اصلا مقدمه از این میگن بکذبت و غیبت، وقتی که انسان دروغ را بگوید و یا غیبت بکنه. ارگاه این کار کردیم، در حقیقت روزه را چی کردیم؟ سپرش را و قوت حمایت ما او را از دست میدیم. و رسول الله علیه السلام را در احادیث متعدد با تشریح میکنه که رب صائم لیس من صیامه الا الجوع. بس مردم روزه میگیره فقط گرسنگی نصیبش میشه. چرا؟ به خاطر که او دروغ گفته، حرام گفته و از مواظبت نکرده در حقیقت از روزش. درست. یا دیگه جا میفرمه که من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یضع طعامه و شرابه. بعد پیامبر علیه السلام به خاطر که این سپر نشکنه یک سلسله دساتیر را پیشکش میکنه و اذا کان یوم صوم احدکم، وقتی که روزه داری شما باشد چند کار باید جدی برش متوجه. فلا یرفث، بنا فحش در کلام نگوین، زبانت محافظت بکو، دو زدن، لعنت کردن، توهین کردن، غیبت کردن، بهتان، این چیزا را بند کنه. درست. این بر روزدار نمیزیبد. ما ببینین که بسیار مشکلات داریم، خصوصا در کشور عزیز ما یک تعدادی که خود تلقین میکنه، خود متوجه میکنه. او بچه کتمه غرض نگیره، او بچه او دخترها، خب چی گپ است؟ من عملی هستم. صحیح شده؟ خب چی عمل داری؟ نسوار میزنم. بس این نسواری ها صاحب غم هستن. یک کلمه را کتش دو کلمه بگوید تو تیاتر را دیگه برای هر کسی که سوره باز کلی چون خوب بگذارش نسواری است. برادر کنم اول خو یه عملت نارواست. این نسوار گنده و مردار را دادن چرا مندازی؟ چرا خدا باز هم عمل ناشایسته میکنی، هم باز بر خود را جور میکنی که والا من عملی هستم. بنان وقت باز این من چون عملی هستم، از این خاطر شما کتمه غرض نگیری. اگر دوتان زدم، اگر دشنام برتان زدم، اگر لعنت برتان گفتم، هیچ گپی نیست. در حالی که پیامبر میگه فلا یرفث، فحش در کلام را نباید. متاسفانه ببینید که مثلا در نزدیکای مغرب در بازارها، در جای دکانا جنگ و دعوا سر نه تنها مغرب استاد وقتی که در موتر بشینی هم دعوا است، در راه بشینی هم دعوا است. بسیار مشکلات ما داریم. از این خاطر این مردم باید بفهمن که روزه گرفتی ولی به فحش در کلامت در حقیقت این سپری که نگهدارنده تو بود از اینکه وارد دوزخ شوی این سقوط میکند. و حدیث دیگه داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که روزه و قرآن چی میکنه؟ شفاعت میکنه.
روزه میگه که خدای به خاطر من چیز را نخوره، بنام من چطور بگذارم اینه که برود به طرف دوزخ. و اگر فحش در کلام داشتی، لعنت، دو زدن، توهین و روزه دیگه شفاعتت نمیکنه. تو نمیتونی بگی که ما چرا 20 سال روزه گرفتیم. 20 سال روزه گرفتی و غلط گرفتی. ولا یسخب، جنگ و گفتگو نکنه، گفتگوی خصمانه نکنه. درست. جنگ نکنه. این جنگ تنهایی نیست که سوتر در جان یک دیگری بگن. این یک دیگره که تو قهر میشن، قصه میکنن و مجلس را تخریب میکنن، امن را تخریب میکنن، کل شامل است. هرگاه این دو صفت را از خود دور کردیم، یعنی هم از زبان خود را نگاه کردیم و هم دست و پای خود را نگاه کردیم، در حقیقت ما همین سپر را حفظ کردیم که در نتیجهش روزه ما توانی از این باز پیدا میکنه که شفاعت بکنه ما را نزد خداوند متعال. چی را شفاعت بکنه؟ یعنی قبل از رمضان چندین نقطه را از زمینه سازی میکنه. اول پیامبر علیه السلام میفرمه که هرگاه رمضان بیا، تا رمضان گذشته که کسی گناه را کرده باشه از جمله صغایر، الله او را کلش برشفه میکنه. درست. ولی وقتی که امیر روزه را ما خوب گرفتیم و صحیح گرفتیم و متانت روزه را نگاه کردیم، باز خداوند متعال امیر روزه را وسیله شفاعت ما حتی از گناه کبیره میکرد. سبحان الله. از این خاطر میگه که روزه چی میکنه؟ شفاعت میکنه. و شفاعت کی را میکنه؟ شفاعت گناهگارا را میکنه. از این خاطر به روزه خود متوجه بوده باشیم که ایره ضعیف نکنیم که از شفاعت بانه. و وقتی میشد که ما هم زبان خود را حفظ بکنیم و هم جوارح خود را حفظ بکنیم. این اساسی ترین. یعنی روزه فقط تنها گرسنگی و تشنگی کشیدن نیست. انسان باید، چشم انسان باید روزه باشه، گوش انسان، زبان انسان، دست انسان. کاملا استاد. گپ امین است. بعد نمونه را عرض میکنه. میگه یک تعداد چی میگه؟ ما خود چیزی نکردیم، خود دیگران و اسلام ما را وادار کردن که چیزی بکنیم. فانصابه احد او قاتله، کس دیگری اگر برش دشنام داد یا کس دیگری امرش جنگ کرد، درست. بس یک چپات زده، فلیقل انی امرؤ صائم، تو باید در جواب چی بگویی؟ دو بزنی؟ از خود دفاع میکنی؟ پس او را میزنی؟ نه، برش بگو که من مرد روزه‌دار هستم. اللهم انی صائم. سبحان الله. در بعضی از جمله ایتو میاد اللهم انی صائم، الله را گواه میگه بار اله ما خود روزه هستم، مگر نمیتونم که میرم پس گپش مثلا. درست. ولی از اینکه روزه ما شفاعت ما را بکند، یعنی تجاوز از اینم چیزی نمیکنم و سخن رکیکی که برم ازد او را هم پس جواب نمیکنم. اللهم انی صائم، بار اله ما خود روزه دار هستم، از این خاطر من چوب میبرم. خب اگر ما روزه را همه تو گرفتیم، یعنی رفت در رو نداشتیم و جنگ و قتال نداشتیم، جنگ نکردیم، نتیجهش چی میشه؟ پیامبر علیه السلام میگه والذی نفس محمد بیده، سوگند به ذاتی که نفس محمد در اختیار اوست. و این در حقیقت چی است؟ قسم به خاطر تأکید موضوع است. درست. چیز بسیار مهم است. پیامبر را کسی سوگند نداده ولی خودش چی میکنه؟ سوگند میگیره تا ما را بیدار بکنه. سوگند به ذاتی که نفس محمد در اختیار عزوز، لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک، بوی دهن روزدار نزد خداوند متعال معطر و گواراتر است از بوی مشکی که قیمتترین عطر است. الله اکبر. ولی فکر بکنین که چی یک تعبیر پیامبر علیه السلام میگه. یک طرف سوگند یاد میکنه، از طرف دیگر میگه در روزه وقتی کسی چیزی را ننوشه، دهن طبیعتا یک نوع عکس داره. درست. طبیعتا نزد ما امو عکس بد است. یعنی در حقیقت گوشه رمضان را که میگم که نی، ولی اینیش خوبش نیست. اما چیزی که تو خوبش نمیدانی، لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک، بوی روزدار نزد خداوند متعال از خوبترین عطر کرده قیمتی تر است. وقتی که میگه که اطیب من ریح المسک، مسک در حقیقت استاد یک عطر بی نهایت قیمتی و در ضمنش کمیافت است. درست. زیرا او در نافی چی می باشه؟ آهو می باشه. این چطور پیدا می شود؟ او هم یک نوع از آهوی نادر که هست. او هم یک نوع بسیار بسیار کمیافت. وقتی که این رقم بوده باشه،
نزد خداوند متعال چیزی که تو دوستش نداری دیگرها دوستش نداره، اون نزد خداوند متعال این قیمت پیدا میکنه. پس وقتی که تو میگه سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، این چقدر پاداش خود داشت. هنگامی که تو عادی وقت قرآن را تلاوت میکنی و بعد گفته میشه که نگوین که الف لام حرف است، بلکه الف حرف است، لام حرف است، میم حرف و به هر حرفش 10 حسنات بر داده میشه، 10 سیئات ضعف میشه. اگر در رمضان تو تلاوت قرآن میکنی چی خواهد بود؟ سبحان الله. یعنی نمیتونیم که دیگه این پاداشت ها را آدم بتانه سر قلم بیاره، بالاتر عزیز. و تعبیر دیگه تشویقی میدهد به امر للصائم فرحتان یفرحهم. است که روزه سختی ها در پی دارد، مشکلات در پی دارد، رنج گرمی را میکشی، رنج تشنگی را میکشی، گرسنگی را میکشی، سر اعصابت یک نوع بوج میآید. این کل چیز قابل قبول است، به نادیده نباید بگیریم. ولی برای روزدار 2 خوشی است. یک خوشیش اذا افطر فرحه، هنگامی که افطار میکنه یک بار خوشی عجیبی زندگی میگه خلاص شد، یک روز هم به اصلاح باد واری گذشت، شکر الحمدلله که روزه داشتم، شکر که روزه خودت نگاه کردم، شکر که جنگ نکردم، شکر که لعنت نگفتم، شکر که فحش در کلام نگفتم، شکر 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 شکر. هم تو گفته هم میگی باز میگی خدا تو مرا نگاه کردی، اگر نه خود افتیده بود کده فلان نفر و اگر این کلش میاد این چیزا که پیش روت میاد خوش میشی الحمدلله تمسک کردی به حکم خداوند متعال. دومی که خوش میشی به این که صحت داشتی، الحمدلله روزه گرفتی. خوش میشی به این که الحمدلله دیگرها خوردن تو نخوردی. اونام شبخانه به اصلا میان گناهگار و بدبخت و پلید، تو همونه به خانهت با خوشی از مسجد میری. از خاطر هر روزدار که افطار میکنه در حقیقت به افطارش و روزش خوش میباشد و این خوشی را کل ما شما احساس میکنیم. نه این فهم استاد که یگان بار یعنی در زندگی ما خواهد میشه کل مسلمان ها شد یگان بار خوش آدم میشه قمی قفص سینه ای یک نوع گشایش ایچی پیدا میکنه خیالت میکنه که سینه ما خورد برای ایچی برای امی مجده. هرگاه امی سفره روزه هموار میشود و تو یکی نمیگه ایجا پیش می و خودت براش تیار میکنی، تو یک خوشی در درون سینه انسان احساس میکنه که واقعا عجیب است، بسیار بلند است. بنام قیمت یک خوشی را آدم نمیتونه که ادا بکنه. یک اذا افطر فرحه، غم مندگی همه میره و مهمترشی که و اذا لقی ربه فرح بصومه، وقتی که با پروردگارش ملاقات میکنه فرح بصومه، وقتی او پاداش ها رو میبینه. اما تو این الصائمون این الصائمون. انت فکر بکن مثلا ما در یک جای کلان باشیم بعد سوال بکنیم که اول نمره این طرف شویم، آیا میشود که کدام دوم نمره خود در جای بزنه بدون از اینکه نام کسی رو بگی، فقط بگو اول نمره این طرف شویم، اول نمره این طرف دیگه میمونه و امتاز الیوم ایها المجرم. ولی که مجرم است که او باید در قطار از او رفته میتونه ابدا. وقتی که پروردگار عظیم همه انسانان را حشر میکنه و میگه روزه‌دارا این طرف شویم، یک بار خوش میشید که فرح بصوم، الحمدلله که این آواز به مشت فرح بصوم دیگه. این هم چیزی بالاتری است. سبحان الله، رب العالمین نصیب ما شما بکنه و خداوند متعال ما را محرومی از این یادداشت ها نکنه و روزه را الله متعال وسیله تکفیر گناه ها، رفع درجات و وسیله شفاعت ما قرار بگردونه. استاد عزیز، ما عرض کردیم که وقتی که کتاب الله نازل می شد یک زمینه سازی در روی زمین تنظیم می شد، زمینه سازی شد. این زمینه سازی عجیب و غریب است. شما فکر بکنید یک زمینه سازی در خود جزیره العرب است.
که در اینجا ادیان دیگه داخل نمیشه، در اینجا مردم بیسواد هستن، در اینجا مردم از عادات رسوم یک خاص خودشان تعلق میگیرن با او که باید هر انسانی عاقل را بگی فوراً تغییر میخوره. درست. یک سلسله زمینه سازی میبینیم که یک ماه برگزیده میشه، ماهی که در اونجا شیاطین بسته میشه، ماهی که در اونجا دروازه های جنت باز میشه، دروازه های دوزخ بسته میشود. انوار الهی چنان نزول میکنه که انسان تعجب میکنه و این چیزایی است که هر کس نمیفهم. درست. در این حالت میبینیم که هدف روزه را خداوند متعال تعیین میکنه، قرآن را نازل میکنه. باز در قرآن کریم اما تعبیر است که یک تعداد علما میگه که هر کتاب از خود موضوع داره و از خود هدف داره. درست. یک تعداد جمعی از علما میگن که موضوع قرآن کریم توحید است و هدفش رساندن انسان به توحید است یا معرفی توحید است. درست. یک تعدادی از علما میگن که موضوع قرآن کریم انسان است و هدف قرآن کریم راهنمایی و هدایت همین انسان است. پس وقتی که اگه این تعبیر را بگیریم، خداوند متعال کتاب را نازل میکنه در این تو یک بستر بسیار با امن. درست. بعد برای انسان هدف تعیین میکنه که امی انسان اصل جای تو چی است. تو چه وقت میتونی که قیمت وجودی تا بفهمی که تو چقدر مخلوق قیمتی است. ملائکه برای تو سجده کرد، این مخلوقات کلش برای تو آفریده شد. خیلی تو برای چی؟ تو برای ازی آفریده شدی که ملکه تقوا را ایره در زندگی خود او را استحکام ببخشی. هر قدر که این صفت در تو بالا بود به امو اندازه معرفتت از اسما و صفات الهی بیشتر میشه و چقدر که معرفتت از اسما و صفات الهی بیشتر و برتر باشه با امو اندازه شخصیتت برتر است. سبحان و چقدر که شخصیتت برتر بوده باشه با امو اندازه مقامت برتر است، جایگاهت برتر است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا میبینیم که قرآن کریم برای ما و شما هدف روزه را تعیین میکنه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تا پرهیزگار شوید، تا متقی شوید. هدف رسیدن به این مقام است. سبحان الله، هدف ای را تعیین میکنه. این کل روزه به خاطر نیست. حالا وقتی که ایجاد ملکه تقوا در وجود انسان و تقویت از این ملکه هدف از این صیام شد، جالبی است که ما همیشه در زندگی خود متوجه میشیم که لباس ظاهری را جور کنیم. درست. سر تکش فکر میکنیم، سر خیاطش فکر میکنیم، به اصطلاح امروز در سر برندش فکر میکنیم که از کدام شرکت است و یک تعداد مردم با چنان خدا بیعقلش میکنن که همون کرتی است، چون برند بالا داره او را $5,000 میخره. بیخی جالب است. درست. خب چرا این کار میکنی؟ میگه این لباس باید زیبا باشه و خوبش بوده باشه. سر لباس خود فکر میکنیم، سر کلاه و لنگی خود فکر میکنیم، کل ذهن ما میره پیچانه و سر ذهن بسیار زیادی چی میکنیم. ولی متاسفانه توجه به لباس معنوی و به تقوا این بسیار کم است. قرآن کریم برای ما شما میره میگه که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. ای فرزندان آدم علیه السلام، قد انزلنا علیکم لباسا، ما برای شما لباس را ارزانی کرد. این تو لباسی که یواری سوآتکم، کمی شرمگاه خود را سرش چی بکنه؟ بپوشن. سرش بپوشانه. یک لباس برای چی است؟ برای ستر عورت. لباس دیگه هم که شما او را همیشه در زندگی میخواین داشته باشین و ریشن، همان آرایشی است
که این لباس را از هدف عورت بالا میبره. بس سر زیبایی از اون میاندیشن، سر زیباییش فکر میکنه، این کار میکنه. کل ذهنتان و فکرتان امیر پیچاندن. ولی بدانید که ولباس التقوی ذلک خیر. بله. و لباس تقوا چی است؟ ذلک خیر. این بهتر است که نباید این را فراموش بکنه، نباید این را کوچک بدانه، نباید ضعیف باشین در این. پس وقتی که خداوند متعال یک چیزی را بر ما تذکر میداد که لباس تقوا این بهتر است، پایدارتر است و خوب است، این در زندگی برای ما شما معلوم میشه. تو فکر بکن استاد که در چقدر پاچای آمدن و رفتن، بله. کسی نام و نشانشان یاد نمیکنه. مثلا در کابل که ما شما میبینیم این طرف یک اسکر اشعث ابن قیس انشاءالله است، یک اسکر مجاهد به خاطر اعلای کلمت الله شهید می شود. بس روضه مبارکش است، مسجدش است، هر کس که در اونجا تیر میشه یک دعا میکنه اللهم اغفر اللهم اغفر. سبحان. این طرف لب سرک یک امپراتور خفته است به سر احمد شاه ابدالی تیمورشاه، امپراتور پاچا با کل زرق و برق. شما باور بکنید همین سالا یک مؤسسه آمد همون قبرش مرمت کاری کرد و جور کرد. یک نفر هم ندیم که تو کس دیر شد یک بار بگه که اللهم اغفر خدا بیامرزه. فراموش است. او طرف اسکر فراموش نمیشه. و بر ما چی تداعی میکنه که انسان متوجه باشه چی گپ است، چی گپ است. یاد ترکیه شما فکر بکنیم در اینجا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه و ارضاه خفته است، ولی تو فکر بکنین که در مساحه آدم میره یک احساس جالب پیدا میشه. بخوای نخوای امی ابو ایوب انصاری با تو با زبان حال صحبت میکنه، بعد میگه که تو میفهمی که جهاد در راه خدا چه ارزش داشت؟ میخوای که مرا ریسفیدی مشکلات مرض مرا مانع نشد. حالا تو را چی بلا زده که هیچ بر خود متوجه نیستی؟ این دین درگر تخریب میشه، تو چپ است. برای معرفی دینت چی کار کردی؟ برای صلابت نظامت چی کار کردی؟ واه. یعنی من خواهد تو فکر میکنم اگر کسی کمک عقل داشته باشد حضرت ابو ایوب انصاری امروز صحبت میکنه. درست. و یک مشکل دیگه ما هست که باید اصلاح شود که رسول علیه السلام میفرمید که الا انی نهیتکم عن زیارت القبور. شما را از زیارت کردن منع کرده بود. چرا زیارت را وسیله قرار بدن که این مشکل محل شد، این مشکل محل شد. درست. باز همون گپ دنیا بود. حتی زرتم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. باز همین خوانه که الا انی نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخره. اکنون برین زیارت بکنین که این زیارت رفتن آخرت را به یاد شما میاره، متوجهتون به اهدافتان میکنه. ولی وقتی که فهم ضعیف میشه اکنون هم ما میبینیم که بسیار مردم میایه باز هم کار دنیوی رو در ذهنش میاد، چون تربیه نشدن، نفهمیدن که گپ اصلی چی است. و لباس التقوی ذلک خیر. لباس تقوا این بهتر است، این بقا میده. پاچا گم میشه، شخصیت میسازه برایش، شخصیت میسازه. نمیخوان که باید باشه. و لباس التقوی ذلک خیر. لباس تقوا بهتر است. چه رقم بهتر است؟ یعنی پیسدار یک نوع کبر و غرور می داشته باشه، طبیعتا یک قدرت یک رقم فکر میکنه. پاچا و قدرتمند و والی و جنرال و رئیس و وزیر خود یک رقم فکر میکنن، ولی امی کلانا نزد انسان های متقی که میره با دستایش بوسه میکنه. ما شما دید ولی چرا دستای زو بوسه میشه؟ لباس التقوی ذلک خیر. ذلک خیر. سبحان. این است که به ما امیر نشان میده که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا.
و لباس التقوى ذلك خیر. به این زیاد متوجه باش. الله متعال ما شما را محروم از لباس نکنه. آمین. میزان برتری را هم تقوا تعیین میکنه. برتری همی است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هیچ معیار دیگر در اسلام بر اسمت شناخته نمیشه. نه قوم، نه زبان، نه سم، نه رنگ، نه پست، هیچ چیزا نیست. بهترین شما کی است؟ متقی ترین شماست. روزه چی میکنه؟ شما را متقی میسازد. تو را انسان برتر میسازد. تو را انسانی میسازد که یعنی ملائکه سرت افتخار میکنه. با شخصیت تو بها میده. با شخصیت در حقیقت جای تغییر میارد. بنابراین ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا وقتی که میزان برتری تقوا تعیین شد، پس روزه را که در حقیقت وسیله رفتن به تقواسی را کوچک فکر میکنی، این ایام را عادی فکر میکنی، این ایام را تو در نظر نمیگیری. بسیار در حالی که اما تو تیر میشه. لحظات پیش پرسید کنه و دیروز رمضان شروع شد و امروز روز سومش به پایان رسید. یکی از علما جناب شیخ میگفت که بعضی ها رو ببینی پیرهنش $100، کت شلوارش $500، کفشش $200-300، خلاصه آنچه که ظاهر است، اما خود شخص شاید $1 هم ارزش نداشته باشه. و این تقوا و پرهیزگاری است که او شخصیت درونی انسان بها و ارزش و قیمت میده که به این قیمت های دنیوی، نه به دلار، نه به ریال، نه به قیمت های دنیوی نمیشه سنجید. اگر یک میان برنامه کوتاه ببینیم، میان برنامه کوتاه میبینیم. بینندگان عزیز گرامی، دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با نسیم رحمت در خدمت جناب مولانا عبدالسلام عابد. به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید، لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان، با برنامه نسیم رحمت با شما عزیزان هستیم. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که ای الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه برای این بر شما فرض شده است تا شما متقی شوید، شما پرهیزگار شوید، به این مرتبه والای تقوا و پرهیزگاری برسید که پاداش آن جنتی است که برای انسان‌های متقی آماده شده است. با موضوع رمضان و روزه و تقوا در خدمت جناب مولانا هستیم. صحبت‌های شیرین شما رو می‌شنویم. تشکر استاد. ما عرض کردیم استاد که ما به لباس خود گفتم زیاد اهمیت میدیم، لباس ظاهری خود و لباس معنوی و تقوا را متوجه چندان نیستیم. درست. این شکلش ما زیاد برای نان خود زیاد متوجه میشیم. نان خوب در کجاست و کباب خوب در کجا است و بس ذهن ما در اینجا متوجه است. یعنی اگر تو پرسان بکنی انسان ها ما یادم که شاید 10-20 تا کارت همین مرتبطش باشه که همین آدرسای متنوعش است. در کجا ماهی خوبش است، در کجا کباب خوبش است، در کجا پلو خوبش است، در کجا اصلاح همین حلویات خوبش است. این کلش در ذهنش است، آدرسای کلش همراهش است و شاید استفاده هم زیاد میکنه، مصرف هم زیاد میکنه. قرآن کریم بر ما میگه که و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. سبحان. توشه خب بردارین ولی بهترین توشه چی است؟ امان تقوا است. توشه‌تان در خوردنتان تثبیت نکنه، در نوشیدنتان تثبیت نکنه، توشه‌تان در چکر و در سیاحتان تثبیت نکنه، بلکه بهترین توشه که شما از زندگیتان برمی‌دارید امان تقوا. این آیت عجیب بر ما یک پیام میدهد و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. ما توشه خود را یگان بار از چی میگیریم؟ یک دفعه میگن که بیان که خوب عالم شویم، سر علم زیاد فکر میکنیم، در بهترین پوانتون برم، در بهترین مدرسه برم. خب بعد معنوی از او را کمتر متوجه است. از این خاطر ما میبینیم که چه بس اوقات انسان علم داشته میشه خب بهش برکت نیست، پروفسور میشه، پوهان میشه، دکتر و چی کاری کرد؟ هیچ. چرا در تقوایش فکر نکرد؟ این هدف بر خود تعیین نکرد.
که این علم به خاطر تقوا. از این خاطر است ما یکی از عزیزایم وقتی که درس میخوان برش گفتم که جوان، من نمیگم که حتما این لنگی و این ریشی مهم است و در ایجاده که تو روان هستی در این مهم است. در تو فرد یادی نیستی. درست. من نمیگم که لباس علما را حتما باید ایراد باشه، ولی باید بفهمی که علمی که پیدا کردی یک سلسله مسئولیت ها در مقابلش داری. یک مسئولیت چی است؟ یک مسئولیتی است که مردم زود به تو دسترسی پیدا کنند. پس اگر عالم لباس خودش را نداشته باشه چطور شناخته شود و مردم چگونه خود را به او برسانند؟ درست. و لباس را میبینیم که در ظاهر اما اباحت قضیه را میگیرد. ما امروز متوجه از این هستیم که از کدام پوانتونا و از کدام فاکولتا بریم زاد خود را، علم خود را بگیریم و زاد تقوای خود را متوجه نیستیم. متاسفانه قرآن از این خاطر برمان میگه و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. توشه خو بردارین، توشه علمی را باید بردارین، توشه اقتصادی را باید بردارین، توشه سیاحتی را باید بردارین، هر چیز را باید بردارین. کلش برای شما است، ولی خوب بفهمین که اصل قضیه فراموش نشه که تقوا بهترین توشه و که شما با خود باید داشته باشین همان تقوا است. کل چیز در وقتی که از دنیا میری میمانه. چشمت پت شد، هیچ کس نمیگه که پروفسور صاحب آماده است که بیرونش بکنه. نامی که دراز کردی، پروفسور، دکتر، استاد، فلان کلش میره. شیخ القرآن میره. حتی همون لباسش هم در میارن. همون لباس زینتی و قیمتیش هم در قیچیش میکنه برش. شرط برش میبره. بعد از او به جنازه تبدیل میشه. تا هنوز در قبرستان نرفت. جنازه رو بیارین، جنازه رو ببرین. اینی است. اونو لحظه است که باز انسان قیمت تقوا را باز میفهمه. و تنها چیزی که انسان همراهی میکنه در قبر و ما بعد قبر. فإن خیر زاد التقوا. رسول الله صلی الله علیه و میگه که هر میت را 3 چیز مشایعت میکنه: قوم و دوستایش، اقاربش و دوم چیزی که مال و هستی که جمع کرد و سومش تقواست. 2 دانش بر میگرده، یک چیز هم رد میمونه که عملت است. ولی اگر تقوا باشه اونو وقتی است که تقوا که چشمت پت میشه، مردم چی میگن؟ ما یک کسی را از دست دادیم، مردم تاوانی شدن، مردم محروم شدن، مردم محروم. این تعبیر میگه. درست. و اگر خدا نخواست اعمال صالحه نباشد و چی میگه؟ خوب شد یک نفر گم شد، از شهرش خلاص شد، تایشون از بدبختیش خلاص شد. روزه از این خاطر مهم است که ما را به بهترین توشک تقواست نزدیک میکنه. و این خیر الزاد تقوا. شما روزه بگیرین لعلکم تتقون. روزه بگی تا متقی شید، تا پرهیزگار شید. استاد سر هم بودن با الله متعال بسیار زیاد مردم تلاش میکنن. از این خاطر یک معنای الله ترجمه میشه به معنای ذاتی که هم مخلوق قرب او را میخوانند، هم مخلوق بلا استثناء. خب وقتی که قرب الله را میخوای، قرب الله بدون تقوا ناممکن است. باید متقی باشی تا خدا با تو باشه. آیا تعبیر عجیب میکنه، میگه واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. واتقوا الله، از خدا بترسید، از مخالفت امر خدا را نکنید. واتقوا الله، تنها و تنها اوامر الهی را مد نظر داشته باشید، احکام او را در نظر داشته باشید. و علموا، خوب بدانید، ان الله مع المتقین، الله با متقیان است. الله با متقیان است. در اینجا 2 تعبیر را میکند. الله با متقی است، یعنی تو که خداوند متعال با او نزدیک میشه. و ما حدیث زیبای رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که هرگاه انسان یک عمل بکنه که با واسطه از او بخواهد به خدا نزدیک شود، اگر یک قدم را بر می دارد، یک ذره را بر می دارد، الله یک قدم برش بر می دارد.
اگر او یک قدم را برت می الله هم تو دویده به طرفش می. سبحان. حالا تو روزه داشتی، این روزه بهترین قدم است که تو به طرف الله برمی‌داری. بدان که وعلموا ان الله مع المتقین. الله با متقیان است. الله با متقیان است. ایتو نگو که متقی با الله است. الله با متقیان با او عظمتش. یعنی گاهی اوقات جناب مولانا آدم فکر میکنه در این دنیای بیکران، در بین کهکشان ها، سیاره ها، در آخر در یک کوکب کوچکی که زمین که مانند اما حدیث که یک مانند یک حلقه است در یک صحرای بیکران. یعنی الله متعال ما را انتخاب میکنه، انسان ها را انتخاب میکنه، ما را مخاطب قرار میده. واقعا انسان اگر حقیقتی را درک بکنه هرگز گناه نمیکنه، هرگز نافرمانی الله سبحانه و تعالی را نمیکنه. یک حدیث رسول علیه السلام یک تعبیر بسیار عجیبی میکنه. من عاد لی ولیا فقد اعلنته بالحرب. با اهل الله کسی میخواد ستیزجویی بکنه و به جنگش برن، باید بدانن که با الله اعلام جنگ بکن یا الله اعلام جنگ برش کرد. فقد بارزنی بالمحاربه، مرا با جنگ فرا خواسته است. الله. بعد میفرماید که هیچ وقت بنده به من نزدیک نمیشه مگر که فرایض مرا ادا کند. با دوستیش نمیگیرم مگر که او به من تقرب بجوید به اعمال صالحه. هرگاه او را به دوستی گرفتم من چشمش میشم که بینم. سبحان الله. من گوشش میشوم که میشنود. دستش میشوم چیزی را میگیره. پایش میشم جای میرود. چیزی از پیشم بخواه برش عطا میکنم. پناه برم بگیره پناه برش میده. الله اکبر. وعلموا ان الله مع المتقین. ولی وقتی عجیب است، دیدی خدایی بسیار جالب است، عمق قضیه را میری، شنوای الهی عجیب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم رهبر متقیان است. دشمنش از پیش میترسید، میگه ما که گپ میزنیم اون خبر میشه. ما گپ میزنیم خبر میشه. چرا خبر میشه؟ چطور خبر میشه؟ دو نفر تصمیم میگیره که به قتلش میرسانه، خبر میشه. دو نفر با هم تصمیم میگیره دعوش میزنن، جدا میشه، خبر میشه. چی گفتی؟ واهمه یک ترسی سر مشرکین بود که نام رسول الله صلی الله علیه و سلم را خوب گرفتن نمیتونست. میگه میفهمه، خبر میشه. چی میشه؟ الله مرایش است. رعبی که در دل دشمنای اسلام حتی تا هنوز هم، یعنی مسلمان های واقعی چنان رعبی در دل کفار دارن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند نصرت بالرعب. نصرت بالرعب. چه علت چی است؟ الله با اونهاست. الله با اونهاست. یک ابهت عجیب پیدا میکنه انسان. یک روز یک کسی میاد نزد مجلس حضرت عثمان رضی الله عنه. بله. در راه میاد کوچه تنگه کسی کنم دختر میاد بازی را میگیره بوسه میکنه. باز همون تو میاد در مجلسش. امی که داخلش طرفش دید چی است به مردمی که زنا میکنن باز در مجلس ما میاد. سبحان الله. او ورخطا شده زمین هم متزد گفت اوحی ینزل بعد النبی. گفت که نه، ذکاوت و فراست است که خدا بر یک مسلمان میدهد. من میفهم که میام چی رقم قدم قوار از محاصرت میفهم، ولی فکر بکن استاد چی معنا میده. باور بکنین وقتی که همین فتوحات اسلامی را که آدم میبینه، همین من خواهی تصویر پیش همه تو است گفتم تو یک اسکرینی هستد و ابوبکر صدیق تو برشش ده و از اینجا قمنده میده چپی راستی فلانی چه رقم اساس داری این جنگ های ردت چگونه مدیریت میکنه. یعنی هیچ انسان تعجب میکنه. از این خاطر من میخوام که با عزیزان بگم که یک کتاب بسیار و شیرین چی نوشته کرده، ادبیات نوشته کرده، شیخین و سحرین.
درست. همه جوان ها بخوانن یک بار باز میفهمه که وعلموا ان الله مع المتقین یعنی چی. درک میکنه انسان که همین شخصیت ها خدا که با اونها بود، چه زندگی زیبایی داشتن، چه زندگی مطمئنی داشتن، چقدر خدمات عرضه کردن، چقدر برکت در عمرشون بود، همه چیز همراهشون بود. ما در تاریخ علما را میبینیم که علمایی که متقی بودن خداوند متعال در عمرشون چطور برکت گذاشت. ان تنصر الله ینصرکم. بنابراین واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین، این آیت را محور قرار بدیم. ولی بیان که رمضان در حقیقت دروازه ای است که ما را وارد چی میکنه؟ وارد باغچه تقوا میکنه. کلید کتش است. هر لحظه تو را متوجه میکنه. هر لحظه متوجه میکنه. با هر کس بشینی میبینی که روزه داره. و کسی که روزه را میخوره به اساس مرضش، اما یک خجالت زده میخوره. دیگه چی کنم سید؟ انگار یک گناه بزرگی مرتکب. باز که خدا برای چه داره. یعنی چی؟ این تو یک زمینه مساعد است. چرا این را ارزان میگیریم؟ چرا قیمتش باید نپردازیم؟ درست. دو اصول دیگه ببینیم که خدا خوب با پرهیزگاران است، با متقین است. ولی خودی که کی را در حق انسان ها خدا دوست دارد و به محبت و مقام محبت میرسد. همه مقاماتی که انسان در چگونگی تقرب انسان به خدا مشاهده بکنه عجیب است، بسیار جالب است. میگه کل قضیه باز علمای تزکیه میگن، علمای تصوف میگن کل گپ امتلول میخوره و بسته شده است در محبت. اساسی است. محبت نباشه هیچ کاری هم کردن نمیتونه. شما فکر بکنین ولله المثل الاعلی. این مادر و پدر و بعض دوستا را ما دوست داریم. مادر و پدر که چون دوست داری بعد بگه او بته ترقی خدا میخیزه او برس می ای بکو ای بکو. کسی را که دوست نداری بعد بگه یک گلاس او بته ماست دیگه کورا چفه میکنی. درست. در اوجا او بته خوش میشی، اما تو چست و چالاک میباشی خدمتش خراب. اوجا که این محبت نیست یک گلاس او داده نمیتونی. ایره خب بگذار که بارش پشت کنی، ایره خب بگذار که سرش پول مصرف کنی. ولی وقتی که دوست میداری در یک جا به خاطر کاری که میکنی، دکانداری که میکنی، تجارتی که میکنی، هر چی که میکنی، پیسه رو به دست میاری. همین پیسه رو به یک دوست مصرف کردن. بسیار زیاد. یعنی تو گفتم میتونم یگان بار شاید 1000 2000 بار مصرف کنی که ممکن نیست که رقم مفت شاید سر 500 که تو مردم جنجال میکنی پیدا کردن، ولی برای دوست مصرف میشه. بنابراین وقتی که قضیه دوستی یک قضیه بسیار بلنده است، رب ما میفرماید بلا من اوفى واتقى فان الله يحب المتقين. الله اکبر. چرا نه؟ من اوفا کسی که وفا کرد و چیش؟ به تعهداتی که سپرده بود. دوست وفادار بود. و در پهلویش واتقى تقوا پیشه کرد. نمیخواست که غلطی بکنه. فان الله يحب المتقين. بیشک الله متقین را دوست دارد. الله دوستش دارد. و کل قضیه هم سرمی است که چگونه محبت الهی را ما باید کسب کنیم. سبحان الله. ما که یک کسی را استاد دوست داریم که خبر شویم که می فلانه بندی است و از دست ما اله شدن از شود، چپ باشیم، قرضدار باشه، با مشکل رو باشه، هر کاری که می خواهیم و ما بفهمیم که ما او را برش انجام داده میتونم، هیچ وقت کوتاهی نمیکنه. الله مقتدر است، توانا است، مرید به اراده خودش است. یک بندش دوست داشته باشه او را باز اما تا این راه میکنه. از خاطر فعلم دیگه الله متعال میفرمه که فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو انتقام. هیچ وقت خدا الله این سنتنا نمیگذارد. فعلم
دیجا میگه که بلا من اوفا و اتقا فان الله یحب المتقین. الله انسانای پرهیزگار را دوست دارد و بلندترین مقام دوست است که الله نصیب به انسانای متقین میکنه. پس برادرها و خواهرها ببینیم که شما در بزرگترین زمان زیبایی قرار دارین که میتونین به ای تو یک صفت بسیار بلند و مقام بسیار بلند مفت برسید. دوستی الله متعال رب العالمین نصیب ما بکنه. خداوند متعال و گناههای ما نبیند و لطف و کرمش بر ما ملکه تقوا را نصیب بگرداند. پس این مقام مقام محبت سبحان الله بسیار زیباست. زیباست که ما به خاطر زن و اولاد ما که محبت هم رشد دادیم چی کارایی نمیکنیم. ان المحب لمن یحب مطاع. سبحان الله. ما انسان هستیم در یگان مشکلات رو برام میشیم در زندگی ما و اگر میخواین که مشکلات و تبیست که با رو برام میشیم چگونه حلش میکنیم؟ الله میگه یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا سبحان الله و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم ذنوبکم والله غفور رحیم. بسیار واضح ای کسایی که ایمان آوردن ان تتقوا الله که فرامین الله را نگاه بدارید و شکستاندن از او دوری بگیرید. یجعل لكم فرقانا هر مشکلی که داشتیم ما بر راه بیرون رفت را پیدا میکنیم. بعد نمیگه که والا مشکل اقتصادی است دیگه خیر است که یک سرشور بده. باز نمیگه که والا اینطور است که والا اینطور. نه اگر تقوا را پیشه کردی ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم بالاتر از گناهتان بد میشه و یغفر لكم بخشش. والله متعال فضیلت را انسان نصیب میکنه. عجیب است بیخی. این هم تعلق به تقوا شد. مشکلات را الله تقوا حل میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی چیزایی است که ما مشکلات هم نیست نان چطور شد ولا فلانه شد. و من یتق الله یجعل له مخرجا راه بیرون رفت از مشکل را ما برش نصیب میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. اطمینان برش میتیم روزی برش میتیم که گمانش هم نکنه برای ما نصیبش میکنه. و تاریخی که انسان بخونه باز به این حوادث آدم رو برا میشه میگه که خداوند متعال چگونه رزق میرسانه چگونه نصیبت میکنه. از کار الله متعال است. و من یتق الله فهو حسب براش کافی است برات. سبحان الله. یعنی این نقاطی هست که در حقیقت یک زاویه کوچکی از تقوا را به ما نشان میده. تقوا خب بسیار چیزی بزرگتری است و انتاج بسیار بلنده داره. یک بخشش همیست که تو همیشه در جنجال کتش هستی والا قرضدار هستم والا مریض هستم والا مشکل دارم والا بیکار هستم والا همین گفته میرم. الله میگه که تو تقوا را پیشه بکن ما راه بد پیدا میکنیم. ما مشکل حل میکنیم. یعنی وقتی که نمونه از تقوا را قرآن کریم بر ما چی میگه که انا لک هذا قالت هو من عند الله. این میواد دیگه از کجا کردیم؟ من عند الله. و در زندگی رسول علیه السلام بسیار چیز هست. یکی از احادیث میخوانه رسول علیه السلام از جبهه بر میکرده. حضرت جابر هم بهش هست میگه این مرکب مکه هست هیچ راه نمیرفت ضعیف و لاغر یک رقم. گفت پیامبر علیه السلام بر من گفت که چی گفت شده؟ نمیرفت چوبک گرفت یک دم پشت زد اتوالی ارگه شده میگویم دیگه امرای مسابقه میگه شطور ما راست مرکب نه شطور هم گفت شطور ما دیگه تیز شد که شطور پیامبر علیه السلام میگه و احتیاط میکنه که پیش نشه میگه در راه امرای قصه میکنه که خواب جابر چطور هستی بخیر هستی. قصه که دراز شد باز برام که عروسی کردی. اما برش گفتم بلی یا رسول الله. گفت با کی عروسی کردی؟ گفتم دختر است یا بیوه است؟ که من گفتم بیوه است. چرا که دختر عروسی نکردی؟
و من گفتم به خاطر که خواهرای خرد دارم و کسی باید وارسی بکنه، تربیش بکنه. گفت خیلی خوب است، به هیچ خاطر خوب است. دیگه برام گفت که چرا تو یک اندوهگین واری معلوم میشی؟ سبحان الله، فراست ببین از پیامبر. من گفتم یا رسول الله قرضای بسیار کلان از پدرم سرم مانده، دیگه چیزی هم امرایم نیست. گفت پیامبر هم گفت گشتان، گفت که جابر همین شتر تا سر من نمیفروشی؟ من گفتم یا رسول الله شتر مردنیه این از تو باشه. گفت نه باید بفروشی. من گفتم صاحب بر شما بخشش هست. نه باید بفروشی. من گفتم چند قیمتش؟ من قیمت کوچک گذاشتم. پیامبر اصلا 2 اوقیه قیمت گذاشتم. وقتی قیمت گفت من گفتم قبول دارم. دیگه از شتر علی پایین میشم. چرا پایین میشی؟ صاحب مال خودت هست. گفت نه برو پشتش از تو هست تا که به مدینه میرسی. سر شتر سوار رسوندم مدینه و آمدم. پیامبر اسلام عادت مبارکشی بود که اول مسجد میرفت 2 رکعت نماز میخوند. 2 رکعت نماز که پیامبر مسجد رفت، من دیگه شتر پیشم دروازه مسجد بسته کردم، خودم رفتم خانه. در خانه دیگه قصه کردم که شتر فروختم. مامایم که قال مقال که یک دانه شتر داشتی او هم فروختم. بعد پیامبر اسلام که بیرون شد که شتر پیش دروازه مسجد است. بلال گفت که شتر ببر و جابر و پیسر هم برش بده. هم پیسر برش بده و هم شترت بینجا. سبحان الله. شترت خریدم دوباره برات هدیه کردم. بعد درا برش گفت که جابر انگامی که در باغت رفتی و خرما را جمع کردی، باز من را صدا کن، قرض بالا را دم صدا کن. خب اما تو کردم خرما را جمع کردیم. یک چیز بسیار کمی بود. کسایی که قرضدار بود پدر اونا را هم صدا کرد. پیامبر علیه السلام من دست خود را گذاشت. چقدر قرض میشه؟ بوجی را پر میکنه از اون میره، پر میکنه میره. یعنی کل قرض الله خلاص، کلگی خلاص. بعد از آخر میبینیم که همین خرما اما قدر مانده. سبحان الله. کفیرم برم. بنان حالی چگونه این قرض میشه خلاص؟ چگونه کل مشکل حل می شود؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. پس وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش مخرج است. از این خاطر است که این مخرج به شکل دیگری به ما عرض اندام میده. الله رسول علیه السلام به ذکر تشویق کرد. ذکر بکنیم. شما را چیزی راهنمایی نکنم که از شمشیر بران مجاهد کرده قوی تر باشه، از نماز و روزه و زکات کرده قوی تر باشه. ما گفتم یا رسول الله چیه؟ گفت ذکر الله متعال. این تشویق که آمد صحابی دست بلند میکنه که یا رسول الله ما وقت خدا داده بودم کلش بعد درود به تو، اکنون به ذکر تشویق ما کردی. اگر 4 ایسه شد درود میگم 3 وقتش به ذکر میگم. گفت خوب است اگر درود بگی بهتر است. گفتم که نصب خوب است. فإن زدت فهو خیر. آخر ثلث فإن زدت فهو خیر. آخر گفتم که کل وقت به درود دادم. بعد پیامبر علیه السلام بر من گفت یک عجیب تعبیر دارد. اذا تکفی همک و یغفر ذنبک. سبحان الله. درود بگو، هر مشکلی داشته باشی، هم جگرخونی و هم غمی داشته باشی، الله با واسطه درود ختم میشه و گناهت هم بخشیده میشه. حالا فکر بکن که در اوج رسول علیه السلام مبارک چی رقم در زندگی مبارکش چگونه مخرج را برایش پیدا کرد. اکنون به درود رسول علیه السلام ما مخرج را پیدا میکنه و یکی از وسایل زیبایی است. علیه السلام. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ببینید که ما میدانیم که کل قضیه را از نظر ظاهری در علم جستجو میکنیم و برای علم زحمت میکشیم، ولی باور بکنین که بزرگترین علم به واسطه تقوا است. الله میگه واتقوا الله و یعلمکم الله والله بكل شیء علیم.
واتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا را پیشه بکنین، الله بر شما علم میده. این ائمه بزرگوار ما و شما، این رهبرای عظیم امت اسلامی، این مبارکا بسیار با تقوا مردم بودن. از این خاطر رب العالمین علم عجیب برشان داده بود. یعنی تو فکر بکنین که 5 لک 7 لک احادیث سندن متنن حفظ میکردن. احادیث صحیح را جدا حفظ میکنن، احادیث ضعیف و مجهوله را جدا حفظ میکنن. میفهمی کل چه یا یک علم چی رقم است. یا انسان همونطور که میبینم همین هدایه کتاب است در فقه حنفی. بله. شما باور بکنید که صحیح تدریس آدم بکنه، این تو یک زنجیرواری است. عجیب زنجیری هست که تعجب میکنی. یک قاعده که دم اول میمونه این تا جلد به اصلاح آخرش میرسه. چه رقم ملکه بوده این مرد. او وقت انسان میفهم عجیب است. بنان الله میگه که واتقوا الله و یعلمکم الله. الله علم را نصیب کی میکنه؟ نصیب کسی که از الله است. به دلیل همین میبینیم که بعضی از علما سالها در زندان بودن، در زندان کتاب نوشتن، کتاب‌های نوشتن که سبحان الله تا امروز در دانشگاه‌های بزرگ اسلامی مردم پایان نامه دکترای خود در شرح کتاب‌های او می‌نویسن و او هم در اون زمان در داخل زندان که پارچه‌های به اصطلاح جلد و چرم و چیزا رو برشان قاچاق می‌آوردن. یقینا استاد گپ ما تقریبا میخوایم به آخر برسانیم. از اهل تقوا هم یگان بار خطا میشه، اشتباه میشه درست. و یگان بار یا انسانای چاپلوس شیطانی یا خود شیطان یک لغزش را برای انسان میده. قرآن کریم به اهل تقوا چی میگه؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. سبحان الله. با موجده که شیطان اقا پلان آوازه کده، اقا پلان دقیقه جور کده که یه خراب میکنه. این وقتی که در مرزه اجرایی را قرار میده تذکروا فاذا هم مبصرون، یک تکانش میده کل قضیه را ختم میکنه، کل زحمت شیطان هدر میشه. سبحان الله. میرود پشت کارش. از این خاطر فکر میکنم که یکی از این بزرگا میگه که به تعجب نخیسته بود. باز فردایی که نماز میخوان بعد از نماز بسیار گریان کرده بود و میگه خدا ما چی بدی کردیم که امروز محروم ایستاده شدن به تو شدم. چشکش که آمد دیگه شما شیطان پایش جور داد بخیر نماز بخوان بخیر نماز بخوان و نخواندن تو بیس افتران بالا باتی این چی هست. یعنی باور بکنه که تقوا بیاید. بسیار انسانای شیطان صفت پلان جور میکنه خوب که میره که در مرزی قرار میده که نافذش بکنه. امی که میبینیش پای و دست شل میشه و خودش میگه که ببخشی من این تو کار آمده بودم کار نکرد، ما خاطر ریزی آمده بودم که کار نکرد. بسیار جالب است. از این خاطر است که انسانای با تقوا را خداوند متعال حمایت میکنه و شیطان زورش سرش نمیرسه. الله متعال و یگان بار که اشتباه شو از پیشش چنان اشتباه جبیره میکند که از او کده بیشتر در ثواب. آخرین نقطه ای که اگر ما تقوا را پیشه کردیم چی میشود؟ یعنی به این رسیدیم، ما یک رمضان را گرفتیم، صیام داشتیم، امیدوار هستیم که خداوند متعال ما را به اون تو یک مقام بکنه با وصفی که بسیار غلطی داریم. الله متعال میفهمه الا حرف تنبیه میدهد. الا به سوره مبارکه یونس آیه 63 الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. سبحان الله. ولا هم یحزنون، آنانی که دوست خدا هستند به این مدارج بلند رسیدند. لا خوف علیهم، نمیترسن، خوف ندارن از اینکه صبح چی میشود. ولا هم یحزنون، با گذشتهش هم نادم نیستن. زیبا است. درست. لهم البشرى فی الحیات الدنیا، در دار دنیا برایشان مژده است.
لهم البشرى في الحیاة الدنیا. لهم البشرى في الحیاة الدنیا جای دیگر قرآن شرح میدهد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحان الله. انسان شرح هذه خود عجیب است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اینجا میگه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. در اینجا برش مجده است، در آخرت هم برش مجده است. قبل از اینکه وارد عرصات شود مجده برش میده. بس یک قندیلی را سرش میگذاره روشن. سبحان الله. امام قرطبی یک کتاب داره بسیار جالب کتاب است با نام التذکره از احوال آخرت و قبر صحبت است. درست. او میگه که انسانی که وفات بکنه و در محلی که در اونجا دفن میشه درست. چنان انوار الهی اونجا میریزه که کسایی که قبل از او وفات کردن یک به دیگه مژده میده مبارک باشه فلانه سبحان الله. برکت از اون ما چطور میشه نه تو مبارکی به یک دیگه مژده میده به یک دیگه زیرا اما انوار تالی نرفته در اونجا است. و لهم البشرى في الحياة الدنيا قبل از که رحلت بکنه برش گفته میشه میری متوجه باش. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. پیش از پیش برش پیام میده که دیگه میری. اهل الله امت میباشد، اولیاء الله امت میباشد. از این خاطر وقت استغفار وقتی امت پیدا لا تبدیل لکلمات الله. هر کس بگه چطور میشه میگه این سخنایی هست که ثابت است تغییر نمیخورد. ذلك هو الفوز العظیم. این کامیابی بزرگ است. کامیابی بزرگ نیست. خدای کامیابی بزرگ نصیب ما بکنه. آمین. روزی شکسته ما را تو قبول بکن. آمین. توفیق عبادت را یا الله نصیب ما بگردان. یا الله محبتت را نصیب ما بگردان تا عبادتت بر ما آسان شود. ایستادن به سوی تو آسان شود. خدای ملکه تقوا را پروردگار برای ما نصیب بگردان. اگرچه ما مستحقش نباشیم ضعیف باشیم. فقط میگن که خدای در یک زمان پر از فتنه آفریده شد. چالش های بسیار زیادی بود. و تو بهترتر از ما که حال ما را خوب میدان. بر بالای ما رحم بکن. و ما را ذلیل نگردان. ما را خرد نگردان. و لباس تقوا را یا الله نصیب ما بکن. آمین. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم. الله متعال استان کنه. تشکر بسیار زیاد. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزانی که تا این لحظه بیننده برنامه نسیم رحمت بودید. در خدمت حضرت مولانا عبدالسلام عابد بودیم با موضوع تقوا در رمضان و زیباترین پیامی که در این برنامه بود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوای الهی را پیشه بکند الله سبحانه و تعالی درهای آسانی و گشایش را برای او باز می کند و او را از جای روزی می دهد که هرگز فکرش هم نکرده باشد. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما عزیزان را از جمله بندگان متقی و پرهیزگارش بگرداند. ما را هم در دعای خیر فراموش نکنید. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.